السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادری اهل اسلام، برادری عزیز و گرامی ما، آقای انصاری، من از شما و از همه کارمندان شبکه وصال حق منتداری میکنم. خیلی زیاد از شما منت دارم. هزارها رحمت خدا بر سر شما باد. خدا صف شما بر این خدمتگران اسلام را زیاده بگرداند. شاید در بین آنها ما هم باشیم. خدایا صف جهادگران اسلام را زیاده بگرداند. شاید در بین آنها ما هم باشیم. خدایا هر کی نقشه بزید اسلام، بزید مسلمان ها، بزید قرآن و اهل سنت میکنند، نقشه هاشون را ناکام بگردان، کچنه خار و ذلیل بگردانی. آمین. من بنده از تاجیکستان، از شهر کولاب هستم. داد از حکومتی تقلبی میکنم، داد از حکومتی که ظلم بر اسلام میکند، داد از حکومتی که خلقش زیر شکنجه های فاشیستان و میلیسه های روس قرار دارد، دفاع از خلقش نمیکند. ما در روسیه مهاجر بودیم، 6 نفر در یک خانه اجاره می نشستیم. از جای خواب میلیسه ها آمدن، ما رو به عدل میلیسه بردند و به رحمان الله تو کوب کردند. ما حجت های تازه داشتیم، به آنها گفتیم چرا به رحمان الله تو کوب میکنید؟ سبب در چیست؟ اگر برای سوم باشد سومهای ما رو بگیرید و عذاب و شکنجه ندهید ما رو. از بین آن میلیسه های ظالم یک نفرش گفت من نظارتچی همین ناحیه هستم، نمیخواهم شما تاجیک های سیاه سر در منطقه من باشید. خلاصه ما آنجا را ترک کردیم، دیگر جای رفتیم. در بین ما یک جوانی نو رفتگی بود، یک جوانی که یکون بار به غریبی رفتگی بود. این خیلی شکنجه ها را ندیده بود، از ترس بیمار شد، دیگر کار کردن نتوانست. 1 ماه کسلی داری کردیم، ساز نشد، به وطن روان کردیم. سال 2013 FMS روسیه از کارخانه ما را قپیده برد. در همان شب و روز هوا تا 24-25 درجه خنک بود. ما را در درون پدولی خنک جای کردن. از سردی بسیار شب خواب کردن نمیشد. خلاصه در آنجا تاجیک های بی صاحب بسیار بود. پدر و مادر به امید که پسرش کار کرده ایستاده است، اما پسری بیچاره در پدول رنج کشیده ایستاده است. در آن پدول کرغیزا را قزاق‌ها را می آوردن، اما از حساب سفارتخانه هاشون آمدن می بردن، یک شب نمی ماندن، صاحب داشتن آنها. ما سفارتخانه تاجیکستان زنگ می زدن، می گویند ما وقت نداریم، به کام شما می رسیم. خلاصه بهانه های بسیار می کنن. خلاصه ما را از 5 تا 10 ساله دپارتاسیا کرده 10 روز مهلت دادن. صاحب یا دوست داشته باشین، سومی بلیت هواپیما آورده در ما بسپارن، ما شما را به تاجیکستان روان کنیم. نباشد از 3 تا 6 ماه برده کار میفرمانیم، بعد روان میکنیم. تاجیکا را برده 3 ماه به سوم کار میفرمایند و بعد روان میکنند. این از آبادی تاجیکستان، این از پنجی تاجیکستان. شرم نکرده میگویند که تاجیکستان آباد است. ای حکومتداران تاجیکستان، ما همو مهاجران هستیم که شما پروای ما نداریم. حتی از درد دل ما شنیدن نمیخواهید. شاعر تاجیک کمال خورجندی چنین میفرماید، چنین خوش درآیده است: بالمقیمی کوی جانان است و من اینجا غریب، چون کند بیچاره مسکین تنها غریب. آرزومندی دیاری خویشم و یارانی خویش، در جهان تا چند گردم به سر و به پا غریب. ای ظالمان، چون شما در غربت نیفتاده، چی دانین حال ما؟ محنتی غربت ندانست ایلا غریب. ای امام علی، هرگز از راهی کرم روز نپرسیدی که چیست؟ راهی کرم روز نپرسیدی که چیست؟ حال زاری تاجیکی بیچاره مسکین غریب. چون در این درون نمی افتد کسی بر حال ما، در چونین شهر که میبینی چی افتد با غریب. در غریبی جان به سختی میدهد مسکین غریب،
وا غریبی وا غریبی وا غریبا وا غریب. ما را از روسیه به پرتسیا کردگیم، دیگر به روسیه رفتن نمیتوانیم. در تاجیکستان کار نداریم، بیزار از جان شدگیم، نمیدانیم چی کار کنیم. یک گروه شدگیم، حتی میخواهیم بر جهاد رویم بر سوریه. ما را گفتن صبر کنید، انقلاب در تاجیکستان می شود، ما تیاریم به ضد حکومتی ظالم بجنگیم. ای فرمانده های مقامات تاجیکستان، ای سرداران کارهای داخلی تاجیکستان، رحم به فرزندانتان بکنین. گناهکار اساسی شما هستید، شما ظلم در اسلام کرده اید. امام علی فرمان داده، شما اجرا کرده اید. پیش از انقلاب استعفا بتین، جان به سلامت میبرین. در تاجیکستان انشاءالله انقلاب سر می شود، روز سر نمی شود، شب سر می شود. در خلوت از سر سرداران حکومت تا روز یگان سرداری ظالم زنده نمیماند. فکر از قرقیزستان کنید، ببینید در یک روز خیستان، در یک روز حکومت را گرفتند. خوش رو فکر کنید، هر کسی باشد، خواه شاه باشد، خواه گدا باشد، بزیدی حکم خدا، بزیدی حکم خدا برای من در غضب خدای تعالی گرفتار می شود. انشاءالله حکومت رحمان افخاست با تهمت و نوارهای نقشه کشیده خود آبروی ملاها و اسلام را از بین ببرد. اما بزرگی خدا را ببینید، شخصی که بازی به اسلام، به اهل دین بازی کند، عاقبتش چیست؟ در تمام جهان آبرویش ریخته ایستاده است، از دولت های اسلامی شرمنده شده ایستاده است. فردا با کدام رویش میگوید که من مسلمانم؟ آقای انصاری جان، یک چیز دیگر را، یک خبر دیگر را به شما رسانم که بهترین شخصیت شناخته تاجیکستان، سردار فرمانده گروه امان، سردار کارهای داخلی تاجیکستان، پلکون گلمراد حلیموف، اولی ماه می، یک ماه پیش از تاجیکستان غیب زده نشان. یک دو روز پیش نوارهای ویدیویی روان کرد طریق اینترنت. و او سوال دادن برای چی؟ برای چی ترک وطن کرد؟ شاهدی همین کارم که با فرمان حکومت تاجیکستان دختران فاحشه خیابان را جمع کرده، حجاب اسلامی پوشانیدن، به هر کدام آنها $100 $200 داده، فیلم برداری کرده، در شراب مانده، با پسر وار گرفتن. من زیدی همین کار برآمدم، اما به من گوش نکردن و این نوار را در شبکه یکم تاجیکستان نشان دادن تا که ست را از بین ببرند. وجدانم عذابم داد، ترک وظیفه وطن کرده، حاضر باشد در سوریه از برای خدا جهاد کرده ایستاده است. بالای وظیفه بود، در زندگی یگان کمبودی نداشت، درآمد در یک ماه $5,000-6,000 داشت، چند تا خانه داشت، قصر داشت، ماشین های خارجی داشت، چند تا جایزه گرفته بود، عنوان پلکونیکی داشت و قریب جنرال می شد. اما دید که ظلم در اسلام کرده ایستاده ام، خاطر دینی مبین ترکی وظیفه ترکی بایگری کرده رفت. زن داشت، 8 فرزند داشت، همه رو مانده رفت. این شخص دفاع از اسلام کرد، گفت به اسلام ظلم نکنید، حجاب را برهم ندهید. سخنش را قبول نکردن، بر آمده رفت. بعض امام خطیبای بیناموس باشند، روز نماز جمعه این شخصیت را فاسق اعلام کردن، بگویند که شخصی که بزید قانون حکومت، بزید حکومت می‌براید، او دشمنی ملت است. از شما برین عالم های به عمل زنبوری به اصل، در نزد خدا این شخص بهتر است. شما برای 800 سو شده که حتی شلواری دریدگیتون را عوض کردن نمیتوانید، از روی همین ستون ناچیز شده دفاع از این نمیکنید. هر نماز جمعه تعریف امام علی میکنید که بهترین فرزند ملت خدا نصیب ما کرده است. از خدا بترسید، از خدا بترسید. ای امام علی رحمان، و دعوای مسلمانی میکنی تا 18 ساله را مسجد روی را منع کرده ای، حجاب را میگویی از ما نیست،
دیسک های اسلامی را فروختن در دکان های دیسک فروشی منع کرده ای، در توی امر معروف نهی منکر را منع کرده ای. ملاهایی که در خانه هایشان فرزندان ما را تعلیم قرآن میدادند، ملاها را بعضیشان را زندان کردی. این کار را منع کردی، فرزندان ما را از قرآن دور کردی، دیگر حرف قرآن را نمیشناسند. در یک مجلس با ملاها گفتگوشنی داشتی، در آنجا قاری شمس‌الدین و شما پیشنهاد کرد که در مکتب‌های میانه حدی اقل یک درس قرآنی تشکیل کنید تا که فرزندان ما حرف قرآن را بشناسند، از قرآن دور نشوند. برای همین پیشنهادش به او سیاست کردی که ولی وقتی این کارها نیست، این را همه شاهد است، او را به درگاه کردید. اگر به دست شما می افتید او را زندان می کردید. بیچاره قاری شمس‌الدین گریخته رفت، بیچاره حالی در بلگیه زندگی می کند. تا بکی این همه ظلم از جانب تو، تا بکی کاسه صبر ما لبریز شد، کاسه صبر ما لبریز شد. ای امام علی، عنوان قهرمانی ملت گرفته ای، فکر میکنه که در تاریخ میماند؟ نه، بعد تو اگر 10 پرزیدنت دیگر شود انشاءالله یک پرزیدنت مسلمان پیدا می شود که نام تو را از قهرمانی خط میزنه و تو را دشمن دین اسلام اعلام میکند، چون که نویسنده های مسلمان مانه هست، مسلمانی خدا ترس هست که تمام گناهان تو را در کتاب های خود ثبت کرده اند. ای خلق کلاب بیدار شوید، رنگ مرغ تخم نکنید. یکمین دولتی که سطر را در هم داد در کارخانه هایش این فرانسه بود. دومین دولتی که 99% مسلمان است در هم داد سطر را این تاجیکستان است. تو را سطح مسلمانی کند. مثل تاجیکستان در یگان گوشه دنیا نیست که 99% مسلمان است و همون 99% سنی مذهب است. متاسفانه تو دشمن ملت، تو خائنای ملت، شما این را از بین میبرید. خلاصه بسیار است، وقتی دیگر را رو نگیرید. در پناه خدا باشد.